سلام عشق کلور هستم. لایک و سابقه کنید که بریم واسه یک گردونه جذاب که کیارا میتونیم رایگان بگیریم. البته باید خوش شانس باشید. این گردونه کیارا لژندری داره، کورت لژندری داره، اوتیس لژندری داره، اف اف یار لژندری داره. اون یکی کان لژندش هم به درد من که نمیخوره. حالا دیگه محبوباش هم محبوب ترینش به نظر من کیاره، هرچی زدنشو داره. از اینجا سی بی رایگان چیشو دریافت کنم، رایگان زدنشو 30 تا 300 تا از اون کوپوناشو بهمون میده. بعد میریم قسمت این ایونت رو میزنیم، میریم این قسمت و با 5 روز پشت سر هم آنلاینشیم که بتونیم اینا رو دریافت کنیم. شد 400 تا الان 4 تا گردش رایگان میتونم من بزنم. بریم ببینیم چی کار میکنیم. بریم گردش بزنیم. بسم الله. یه باگ گردونه بده که یارمو بده. ای بابا سفید به دردمانه. بریم واسه گردش بعد. اینم هیچی نداد. گردش آخر نه دو تا گردش دیگه داریم. اینو زدیم. اینم هیچی بهمون نمیده. نه گردش آخرم. یه باگی تو رفتم اینور یه باگ بزنم دیگه. دوستان لایک حتما بکنید. اینم بهمون هیچی دوستان این توضیحات این. بعد دوستان قسمت 117 متری که تموم شه، جای نایف لژندری میخوان یه AK47 لژند رو 90% بیارن جاش. اینا همش فرضیه طوریه ولی خب شاید بیارن. من خودم به شخص 221 کوپن 117 متریک دارم. اینو بزنیم ببینیم چی میده. یه دونه کلا متریک خوبه. حالا خوب بده. باز دمش گرم 5 تا داره. خوبه. بعد قسمت چمپیونشیپ میتونید برید لیدربورد سی پی بگیرید یا اینکه 40 مچ پلی برید اون آرتریشو بتونید دریافت کنید. من خودم به شخصه یه ذره دیگه بازی کنم لیدربوردم نزدیک 115 رو ویل کردم. خیلی چمپیونشیپ چیز خوبیه، حتما برید توش. تا ویدیوی بعد دوستان بدرود.